چیزی که امروز آزاردهنده شده برای ملت افغانستان این است که در خیلی موارد هیچ کس مسئولیت نمیپذیرد و خیلی حوادثی در داخل کشور صورت میگیره که بیشتر از این قابل تحمل نمیتونه باشه برای مردم افغانستان. انگیزه ها را در میان ملت زنده کنه، با علما، با روحانیون، با نیروهای مؤثر مناطق ارتباط برقرار کنه تا معلومات تبادله شود، میان دولت و میان مردم فاصله وجود نداشته. روز به روز خسته و ناامید میشه ملت، هر روز اعتماد خود از دست میده، جلوه ها و نمونه هایش به شما میده. بازگشت سرمایه‌داران افغانستان به بیرون معنیش این است که ادعی بری باور است که نمیشه بود. بازگشت نیروی کار افغان ما به بیرون از مرز معنیش این است که نمیشه کرد. اخراج اجباری مهاجرینی که نمیخواین به کشور خود برگردن، اونها به این باور هستن که نمیشه کار کرد، در این زمینه وجود نداره به داخل افغانستان. بیکاران فراوانی که هر روز ناامید میشه، نیروی جوانی که هر روز ناامید میشه، اینا عده است.